حدود 60 میلیون سال پیش روی کره زمین جولون میداده، بزرگترین مار تاریخ و جهان که آناکوندا، بزرگترین مار حال حاضر، کروکودیل آبشور با وزن 1 تنیش در مقابل تیتانابوا هیچ حرفی برای گفتن نداشتند. سلام و درود دیگر خدمت همراهان کانال دانستنی کوروش. اومدم در خدمتتون تا با بزرگترین مار تاریخ آشناتون کنم، یعنی تیتانابوا. طول این مار 15 متر بوده و گاهی اوقات تا 1 تن هم وزن داشتند. تصور کنید آناکوندا که در حال حاضر بزرگترین ماره، بیشترین طول مترش به 6 الی 7 متر میرسه و جالبه بدونید که ضخامت تیتانابوا به 1 متر میرسیده، در حالی که آناکوندا به نصف اون هم نمیتونه برسه. غذاهایی که تیتانابوا شکار میکرده حیواناتی عظیم و جسته مثل کروکودیل و اسب آبی بوده. اون هم نه کروکودیلی که ما امروزه میبینیم. اون زمان کرونوسور بوده که 2 برابر کروکودیل های امروزی بزرگتر و وحشیتر بودند و اسب آبی رو هم که به راحتی میتونه 1 لقمه چپش کنه. فشاری که تیتانابوا میتونسته به طعمش وارد کنه 28 کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع بوده که اول با فشار زیاد استخوان‌های طعمه رو خورد میکرده و بعد اونو درسته میبلعیده. در سال 2009 استخوان‌های تیتانابوا را در معدن زغال سنگ سرخوان در شمال شرق کلمبیا کشف کردند. دفعه اول دیرین شناسان استخوان‌های ستون فقرات تیتانابوا را 1 مار تشخیص ندادند چون بی نهایت بزرگ بوده، ولی بعدها با آزمایش و تحقیقات بسیار متوجه شدن این استخوان متعلق به 1 مار عظیم و جثه است. تا اینجای ویدیو رو دیدی و خوشت اومد، لایک یادت نره دوست عزیز. این هیولا در اواسط تا اواخر دوره پالئوسن زندگی میکرده، حدود 50 تا 60 میلیون سال پیش. جالبه بدونید بعد از کشف جمجمه اون متوجه شدن در شکار ماهی های غول‌پیکر مثل کوسه، خزندگان و کروکودیل تبحر زیادی داشته. خب دوستان، این بود از ویدیوی امروزمون که به پایان رسید. برای مشاهده دانستنی های روز و برتر جهان کانال فکت جهان رو دنبال کنید عزیزان، و برای حمایت از ما کافی است ویدیو رو لایک کنید. راستی تا یادم نرفته اینم بهتون بگم، اگه طرفدار سعی کن نخندی و ریاکشن روی ویدیوهای طنز و خنده‌دار هستید، حتما کانال جدیدمون که تازه شروع به فعالیت کردیم و دنبال کنید که سرگرم بشید و کلی بخندید و لذت ببرید. ویدیوهایی میذارم که از خنده دل درد بشید. هفته 2 الی 3 ویدیو تو اون کانالم آپلود میکنیم که با حمایت شما دوستان خانواده بزرگی سری تشکیل میدیم. خب دوستان، تا دیدار بعدی باز هم مثل همیشه خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. فعلا گوت بای. Like and subscribe. Bye bye.